به نام خدا و عرض سلام و خدمت خدمت همه اهالی محترم رسانه. در خدمت بهزاد دایستاده سرمربی تیم داماش هستیم بعد پیروزی دراماتیک 4-2 برابر تیم اتحاد صدرای تبریز. من پرحرفی نمی‌کنم. اول صحبت‌های آقای دایستاده رو می‌شنویم، بعد دوستان اگه سوالی داشتن میتونم به ترتیب بپرسن. در خدمتتون هستم آقای دایستاده. خیلی متشکرم. منم خیلی خوشحالم که در شما عزیزان هستم. قبل از هر چیزی این برد من به یاد 12 فوتبال هر شهر، خصوص شهر باران، به طرفدارای داماش تبریک میگم، چون واقعا اینا مستحق خیلی بردهای بیشتری بودن هم هستن انشالله و باید تو سطح بالاتری کنن. چون ممنونیم که این سطح لیگ 3 با این همه جمعیت واقعا باعث خوشحالی هر شهر و هر تیمه. دوم اینکه واقعا جا داره ما این وظیفه من و امثال من همیشه من دوست دارم مالکا رو حفظ کنیم. کسایی که میان سرمایه گذاری میکنن، بخش خصوصی خیلی سخته حمایت کردن و بخش خصوصی نفوقات هزینه کردن، باید همه با هم کمک کنیم. من از مسئولین شهری، مسئولین عالی‌رتبه، اعضای محترم شورای شهر، شهردار محترم، نماینده مجلس، واقعا از اون خواهشی که دارم حمایت کنن بخش خصوصی واقعا از تنها شهرهای دیگه می‌بینیم این حسن دارن که یه حمایت استانی هست، یه حمایت شهری هست، علیرغم که بعضی خیلی به هر حال لطف داشتن و خدا رو شکر امروز ثمرش که این شهر خوشحال باشه برای خود مسئولین هم آورده خوبیه. اینها همه عزیزان هستن که برایشون یک روزی سنگ تموم گذاشتن. باز هم خیلی متشکرم. برده و همه طرفدارات هم میدن علف به شاگردان بازیکنان من با غیرت بازی کردن، ممنونشون هستم و در آخر از کسانی که این مدت واسه این تیم زحمت کشیدن ممنونم، تشکر میکنم که ثمره اونا هست. ما کاری کردیم و فقط اومدیم بچه‌ها رو همدل کردیم، تونستیم تفکر 10 روزه رو اینا بگم اینا بهترین ها هستن، دایره بهترین ها بودن هستن. هنوز شروع کارمونه و تو پله‌ها کار خیلی سخته. امیدوارم همین همت طرفدارا رو فقط باید رو سختی حمایت کنن تا دقیقه 90 ببینیم این واقعا تماشاگر عاشق و شایستگی سمتیاز بازی همراه با بازیکنان بودن. در خدمت سوالات دوستان هستیم. فکر کنم آیا دو کسا نباشید همونطور که فرمودید بازی سختی رو پشت سر گذاشتیم. برهه‌ای از زمان بازی دچار مشکل شد و گره خوردیم. چه برنامه‌ای هست برای اینکه در آینده ما به دچار چنین مشکلاتی نشیم؟ خب ببینید یه واقعیتیه. ما بچه‌های من 9 ماه دارن بازی میکنن. من فکر کنم این تیم از محدود تیم‌های توی این گروه باشه که از مرحله اول اومده مرحله دو. این بچه‌ها واقعا خسته روحی طرف، خسته جسمی. خب ما تونستیم فقط پلن به پلن توی تمرینات هم کار کردیم، تیم آنالیز کرده بودیم. ما بچه‌های ما توی بعضی از صحنه‌های بازی محو اسیر توپ می‌شدن که اشتباهی گلی که خوردن نمی‌شد ولی تونستن جبران کنن. تو نیمه تونستیم با دو تا تعویض می‌خواستیم به هدفمون برسیم، رسیدیم از جناحین تیم رو می‌دونستیم ضعف داشت از کنارا و خدا رو شکر میشه گفت توپمون به ثنا شد. دوستان اینجا سوالی بفرمایید. آیا بارش اسپورت هستیم. تبریک میگم برد رو بازی خیلی مهیجی رو دیدیم. میخواستم بپرسم که آیا ما از تیم‌های احتمالی که به عنوان تیم دوم صعود کردن به غیر از گروه خودمون آیا شناختی داریم و بازی‌هاشون رو تحلیل کردیم و برنامه‌ای داریم برای مقابله باهاشون؟ خب ببینید تو دست سه تیم‌ها معمولاً فرازنشی زیاد داره. خب حالا نمیدونم کدوم تیم‌ها صعود کردن. منم مثل شما ولی خب امیدیه میدونم نفت امیدیه اگه صعود کنه امکانات خیلی بهتری داره. حتی توی تیم اسلام شهر هم نشیدن خوشیدن باشد خوبی دارن. خب همه میان که مرحله پلی‌آف صعود کنن مرحله بعد. ولی من بازیکنان من بهشون اعتقاد دارم اگر همین که باشن به نظر من روز باز توانشون 60% اینا توان 100% دارن محروم گل شدن. متاسفانه با گلی که می‌کنه شوت مبارک میشه. اینو باید اصلاح کنیم. انصافاً به هر حال شما دیدید وقتی این گل رو می‌خوری
دنبال گل می‌خوریم گل می‌زنیم و من فکر کنم هیجان تماشاگر باعث شد ما بتونیم به گل‌های بیشتری برسیم. دوستان آره خواستگاری می‌کنم چون یه لحظاتی از بازی داور به سمت شما اومد و یه کارت قرمز هم به شما داد و اخراج شد شما می‌فرمایید چه دقیقاً جریان ببینید داور حالا بنده خدا فکر می‌کنم قضاوتش بی‌نظیر بود. حالا عیب‌های همه داشته، ما نمی‌تونیم قضاوت کنیم در مورد داوری. خب من خبر از شاگردای خودم داشتم، من می‌دونستم که 3 کارتی داریم، ممکن بود اینا اخراج بشن و اونا اومده بودن این اختلاف رو به وجود داره. من رفتم شاگردامو جدا کنم، من رفتم بازیکنام آسیب نبینه، حتی به خود داور چهارم گفتم، ولی متأسفانه حالا اومدن ظاهراً گفته اشتباه کردن، چون به نظر من باید از من تشکر کنم، من رفتم اینا جدا کنم که مبادا آسیب ببینم. اونا اومده بودن پرخاشگری کنن، چیز طبیعیه، گل خورده بودن و اومدن یه اتفاقی رقم بزنن که حداقل شاگردان من 4 اختاره بشن. خب پلی‌آف بازی حساسیه، مگه چند تا بازیکن الان ما از جمع هم 11 تا بزنیم بودن 6 تاش 3 اختار بودن، 2 تا میگرفتن دیگه بازیکن دیگه فکر کنم من خودت باید میرفتیم بازی می‌کردیم. من با اجازه یه چیزی بدیم در نقش خبرنگار دو تا سوال بپرسم دوستان. یکی اینکه توی مهارت‌های طالبی که به فراست استفاده شد برای اولین بار همه هم دیدن چه از نظر تعصبی چه از نظر فنی واقعا یکی از بهترین‌های ما بود. اصلا نگار اون سن و سالی که شناسنامه‌ای بود انگار نداشت، خیلی خوب البته از نگاه هوادارهای خودتون هم چیزایی که ازش می‌خواستید به دست آوردید و دو اینکه ما گل دوم خوردیم هوادار ما بلافاصله شروع به تشویق کرد. چقدر این تاثیرگذار بود برگشت تیم ما به بازی؟ ببینید من این واقعیت رو باید بگم، بزرگتر تیم کاپیتان فقط برای شیوه خط نیست وگرنه کاری نداره. من خودم میرم شیوه خط میزنم، من از ممنونم از علما، ممنونم اینا بزرگای واقعا تیم مرگان سعید بزرگ، یعنی بزرگی کردن، مدیریت کردن. ما یه بازی تدارکاتی انجام دادیم زمانی که ممنونم از آقای سیوی مشاور خوبی من می‌کنه و از من خواست که آقای محمد آقا قبلا هم ظاهراً تمایلی داشت بازی کنه. من برام فرق نمی‌کنه، من تیمم نتیجه من از بازیکنایی که چند پسته باشن لذت می‌برم. من بازیکن پسته نمی‌خوام. آقای محمد آقا و دوستان من هر کدوم پست میتونم بازی کنم. محمد هر وقت ما تو زمین تاثیرگذار بود، ازش ممنونم. من برد اول بهش تبریک میگم و به دوستاش. این برد مال ایناست، ما در اومدیم و مربیایی که توی تیم زحمت کشیدن این تیم به اینجا رسید. ما فقط اومدیم این کشتی رو به مقصد برسونیم. ممنونم مرسی از اینکه وقتتون رو به ما دادین. حالا که می‌دونیم دیگه مزاحم شما نمیشیم آقای طالبی، مراقبت چون سوالا زیاده. ممنون. مرسی. مرسی. فشار روی